با این نکاتی که میگم ارزش ملک تو بالاتر میبری. سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش اومدید به پارت 4 از سری ویدیوهای افزایش قیمت ملک با نکات طراحی. من مبینا شایسته هستم، دانش آموخته معماری و توی این ویدیو میخوام به 2 مورد دیگه هم اشاره بکنم. مورد اول جدا کردن لباسشویی از فضای آشپزخونه هستش. خیلی ممکنه فکر بکنن این مسئله اهمیتی نداره، اما در طراحی‌های الان این که لباسشویی از فضای آشپزخونه جدا باشه، یک فضای مختص به خودش به اسم لاندری داشته باشه، خیلی مهمه. پس حتی اگر متراژ ساختمون شما به اندازه نیست که یک فضای بزرگ برای لاندری قرار بدید، سعی بکنید یک فضایی به اندازه ماشین لباسشویی قرار بدید و بالای ماشین لباسشویی یک سری طبقاتی اجرا بکنید که بتونید مایع لباسشویی، شوینده هاتون و این چنین مواردی رو اونجا قرار بدید. این کار هم به لحاظ بهداشتی هم به لحاظ شیک‌تر شدن و لوکس شدن خونتون اهمیت بسیار زیادی داره و همین که براتون کاربردی تره و نهایتاً آسایش و رفاه خودتون رو بیشتر میکنه. مورد دوم تأسیسات ساختمون شما هست. یادتون باشه که هر چقدر طراحی خونتون حتی عالی باشه و درجه 1 باشه، اما تأسیسات خوبی اجرا نشده باشه، اون سطح رفاه و آرامش شما و امنیتتون پایین تر میاد. تأسیسات شامل سیستم های گرمایش و سرمایش، فاضلاب، تهویه و این چنین مواردی هست و اگر مشکلی توی اجراشون وجود داشته باشه، نهایتاً باعث میشه که مشکلاتی مثل نشتی، مثل تهویه مناسب نداشتن رو باهاش سر و کار داشته باشید و اون سطح آسایش و رفاهتون پایین تر میاد و قطعاً یک تأسیسات خوب میتونه ارزش ملک شما رو بیشتر بکنه. پس حتما به این نکته دقت بکنید. امیدوارم که این ویدیو رو هم دوست داشته باشید. حتما برید پارت های قبلی رو داخل کانال ببینید و لایک کنید، سابسکرایب کنید، حمایت کنید. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه هم بودید. خدافظ.